سلام، امروز مدام چند تا از کتابای علی صفایی حائری رو بهتون معرفی کنم. علی صفایی حائری ملخص به انگسار، یک عارف نواندیش که از 13 سالگی وارد حوزه علمیه میشه و به تحصیل در حوزه علمیه میپردازه. علی صفایی حائری با خوندن کتابای صادق هدایت و داستانهای این استاد به نویسندگی علاقه‌مند میشه. اون در مورد داستانهای صادق هدایت میگه توی 13 سالگی داستان‌های صادق هدایت رو تموم کردم. این داستان‌ها درد و رنج انسان رو مشخص میکنه و پوچی انسان رو نشون میده. این نویسنده بیش از 50 اثر در رابطه با امور تربیتی، نقد، روش نقد، ادبیات و هنر داره. یکی از بهترین کتاب‌هایی که از این نویسنده به یادگار مونده کتاب جمع‌ها و حاصل‌هاست که این کتاب در رابطه با روش‌های افزایش بهره‌وری در تشکل‌های فرهنگی و تربیتی است. مخاطب این کتاب میتونه جوان‌ها و نوجوان‌هایی باشه که دغدغه کار فرهنگی با رویکرد اسلامی دارن یا اینکه میخوان کارهای تربیتی انجام بدن و بدونن که اسلام در حوزه تربیت چه راهکارهایی داره. همچنین کسایی که عضو تشکل‌ها هستن هم میتونن از این کتاب استفاده کنن. قسمتی از کتاب رو براتون میخونم. روایت هست که یدالله مع الجماعه، دست خدا با جمعیت است. یعنی در جمعیت باروری هایی به وجود می آید که تنهایی ها نیست و این باروری نتیجه آن دست اضافی یعنی دست حق است. اگر حق ما را جمع کرده باشد، نه ناسیونالیست ها، ملیت ها، هم محل بودن ها و در یک کلاس بودن ها، چنین باورهایی خواهیم داشت. هر کدام از این رشته ها به اندازه توانش بارهای سنگین را تحمل می کند. قدرت برخی از این رشته ها در جمع کردن ما تا حدی است که حتی در جمعمان هم گویا پراکنده ایم و کاری نمی توانیم بکنیم. ولی بعضی رشته ها چنان ما را جمع می کند که حتی وقتی از هم جدا و دوریم هر کداممان را مکمل دیگری قرار می دهد و از ما بنیان مرصوص می سازد. ساختمان در هم گره خورده و آجرهای در هم رخنه کرده می سازد. این است فشارها را بهتر تحمل می کنیم. دومین کتاب رشد در رابطه با سوره عصر. توی این کتاب با یک نگاه جدید و یک نگاه نو به سوره عصر و تفسیر اون میپردازه. نکاتی رو در رابطه با تربیت، در رابطه با جامعه میگه توی این کتاب که البته بسیار بسیار جدید هستن. سرفصل‌های این کتاب عبارت است از قربانی‌ها و ستم دیده ها، واژه‌های قرآن، رشد یا تکامل، عوامل رشد، ضرورت رشد، نیازها، بازارها، خریدها، خسارتها، جبرانها، نقش ایمان در رشد، نقش مؤمن در رشد. میخوام قسمتی از کتاب رو براتون بخونم. قرآن دریایی است عمیق، گسترده، پربار. عمیق است، روح و نور و تفسیر دارد و گسترده است بر تمام راه دراز انسان و بر تمام ابعاد وسیع او نظر دارد و پربار است چون برای این همه برنامه دارد. قرآن دریایی است عمیق، گسترده، پربار و دیدار با این عمیق گسترده همانقدر که حاصلخیز میتواند باشد توانسوز نیز هست. هدف در این دیدار شناخت نور، هدایت، عظمت، عمق، دقت، زیبایی و اعجاز و روابط آیه هاست. خب بریم سراغ معرفی کتاب سوم به نام انسان در دو فصل. این کتاب در رابطه با روش‌های تربیت اسلامی در دوره قبل و بعد از بلوغ. سرفصل‌های این کتاب میتونه شما رو راهنمایی بکنه که چه کتاب مفیدیه. فصل اول در رابطه با محیط‌های تربیتی، در رابطه با روش‌های تربیتی و علایق تربیت. فصل بعدی در رابطه با روش تربیت انسان بالغ است. و فصل بعدی در رابطه با حوزه‌های تربیت، حوزه‌های شناختی، حوزه‌های احساسی، حوزه‌های عملی و این هاست. انگیزه عملی، کیفیت کار و طرح جامعه رو هم آخر کتاب براتون توضیح میده. این کتاب هم بسیار بسیار مفید است برای کسانی که با نوجوان‌ها سر کار دارن یا کسانی که مربی تربیتی یا مشاور نوجوان‌ها هستن. به شدت برای اینها توصیه میشه. قسمتی از کتاب رو براتون میخونم. اسلام انسان را در دو مرحله بررسی میکند. در یک مرحله انسان وابسته به وراثت، به محیط زندگی و به
به شرایط اجتماعی و تاریخی است. هنوز به وجدان نرسیده، خودش را احساس نکرده، خودآگاه نیست. وجدان یعنی درک انسان از خودش و احساس انسان و یافتن انسان خود را. در مرحله دوم انسان انسانی است که به بلوغ رسیده، خودش را می‌شناسد، چون گذشته از غرایز و احساسات و گذشته از تخیل و توهم و تفکر. انسان به آن عنصر نهایی شخصیت خودش راه یافته و عقل در او شکل گرفته است.